مذهب قبول کنیم یا که حدیث صحیح گفته مثلا خیلی گپ میزنن. در این مورد ما باید بسیاری همین مسئله در بسیاری بچه‌ها یا شیخمون فریب خوردگیم. مثلا کدوم جهت میگن که این حدیث قرآن یا مذهب. بله خیلی همین حضرت علی رضی الله عنه در کلمه‌اش هست که میگه همین کلمه حق گفته است و یرید الباطل. نه که میگه ارادهش همین چیزی که میخواد باطله. کلمه حق نه که معنای همین دروش اگر بدروی باطله. برای چی؟ برای که مذهب گفته این علماهایی که در مذهب هستند یا مفسر تفسیر کنی حدیث قرآن هستند. تحلیل میکردگی این علما هستند. آسان میکردگی. مثال اگر بگیم اینم صحیح بخاری میگه. صحیح بخاری اسماعیل مثل محمد همین خودش عالم بود، فارس زبان بود، مثل که تمام زمین عرب میشناسنش. مذهب امام شافعی بود. امام غزالی حاسوی مذهب بود. امام غزالی، امام نووی مثلا، امام مسلم خودش، مثلا همش همین امام رافعی میگن یا ابو داوود همش در مذهب بودن. اهوزی مردم ما این جوانایش باور که کو میبینیم شون با هم قگزلای میشم. همین سوال اگر بودشون جواب داد نمیتونن. خیلی امام صحیح بخاری مثلا خودش در مذهب بود. چه میشوی؟ یا این امام غزالی که یک امام بزرگ بود، امام نووی صحیح چی داره؟ ریاض الصالحین داره کتاب حدیثی که بهترینه. تمام مردم عرب میخوانند. در مذهب بودن همش صاحب مذهب بودن. اهوزی نمیجدد میان در نمیجا من میدونم کوم چیزایی را نوارای رایمی طریق اینترنتی گوش میکنن. بعد میستن میگن ای مذهب در کار نبوده، ما به مذهب میتونیم. آخه مجتهدی در اسلام تو باش، ما بگم مذهب قبول نکن نگی برای که خود در از بیرت میکنیم شش. ما بگم امی مجتهدی در اسلام باشی مذهب قبول نکن، ما میگم میل هزار رحمت. نه که بیارن حدیث عربی در پیش مولان نمیتونی خونده رنگی ما. انا با مجتهد پرسی اگر بسیاری مردم میخوان مجتهد کیه نمیدونن. مجتهد در اسلام کی را میگن او دمی که مثل تفسیر قرآن زبان عربی را صرف نحو عربی را حدیث را راوی را حدیث اصول حدیث مثل اصول فقه همش خوندگی برآمدگی کی مثلا همین مجتهد بگیم بود امام غزالی مجتهد بود میتونید به مذهب کار کنه نه که در مذهب شافعی بود صبر داد میکرد برای می باید ما فریفته نشیم در این کارو.